از اولهای ماه فوریه در بین مردم این سوال که آیا تجلیل روز عاشقان و یا خود روز ولنتین از روی اسلام درست است پیدا شده بود و مرکز اسلامی تاجیکستان هم که نهاد دولتی صادر کننده فتوا در تاجیکستان به حساب می رود این عید را غیر اسلامی خواند. از جمله با سوال یکی از شهروندان که در سامانه رسمی این نهاد داده شده بود، مرکز اسلامی تاجیکستان گفته است در دین مبین اسلام دو عید است، علاوه بر این هر روزی که انسان در آن گناه نمی کند آن روز نیز عید است. عید عاشقان به دین اسلام هیچ ربطی ندارد، زیرا شریعت معاشرت محرمانه بین نکاح را منع کرده است. از نگاه دین اسلام عشق پاک و صمیمی پس از نکاح صورت میگیرد که آن در اساس مهر و محبت، رحم و شفقت و احساس مسئولیت زندگی را پیش بردن است. ولی وابسته از این فتوای مرکز اسلامی با آن نگاه نکرده که در این روز 14 فوریه دوشنبه خیلی سیرباریش است، جوانان را میبینیم که از روز عاشقان تجلیل میکنند و جفت‌های هم در دستشان گلدسته ها شادی دارند و روز ولنتین را جشن میگیرند. Мы проводили опрос по степени готовности людей праздновать День Святого Валентина. Надо сказать, что этот опрос не является репрезентативным, то есть он не отражает мнение всего населения Таджикистана, а только лишь интернет-пользователей. И получается, что треть респондентов, они не очень хорошо осведомлены о празднике, остальные осведомлены, готовы праздновать, готовы дарить подарки. Причем интересно, что те, кто не имеют на данный момент возможности делать подарки, ну, то есть финансовых возможностей, некому дарить, они говорят о своей готовности, заявляют о своей готовности делать дорогие подарки. همچنین در این روز 14 فوریه و مخصوصا شام طربخانه‌ها و شرکت‌های علاهیده چوره‌بینی و اکسیه‌های گوناگون را برگزار می‌کنند و میگویند این چوره‌بینی و اکسیه‌ها تنها یک بهانه است برای سرجم کردن جوانان و دستگیری اون نفرانی که واقعا احتیاجمند هستند. و حالا ما در نزد طربخانه منختن قرار داریم، باید اینجا یک چوره‌بینی هم باشد. میرویم به اونجا. من به فکر بسیار آدمان راضی نیستم، یعنی یک آدمان فکر میکنن گپ میزنن که این جشن ما نیست یا که جشن عاشقانه نیست. من اکثرا فکر میکنم که این جشن است برای ما از شرکت جمعیتی که هستیم، برای ما این جشن این بهانه است که جوانان را جلب کنیم و چوره‌بینی های خیریوی را گذرانیم و در آنجا این بهانه است که در این چوره‌بینی جوانان میبینند و اون چیپته هایی که آنها میخرند و نمیدونم با اون نیت نمیدونم که هم وقت گذراندن یا که با همین این رو یک جای جشن گیرند. این فکر است نه که مقصد ما همان است که جوانان را جلب میکنیم. من شما دست این طور بازی ها میگذرانیم و پول هایی که از چیپته میگیریم ما با انسان ها کودکایی که محتاجن، نه اونقدر بسیار پول میشد اما هستن محتاجن و با آنها حرکت میکنیم، یاردم می‌دیم. چشمانی